این ماه ماهی هست که دلهای غافل هدایت می شوند. این ماه ماهی هست که الله ذوالجلال بندگانش را بعد از 1 سال دوباره زنده می کند. اهل قرآن، اهل طاعت، اهل نماز و تهجد و شاید انسان‌هایی باشند که در این طول سال هیچگاه قرآن را نکشادند، یا اینکه در ماه 1 بار شاید کشاده باشد یا نه. به برکات این ماه مبارک همین نمود انسان‌ها کلام خدا را می‌کشایند، می‌خوانند، می‌فهمند و اجری که خدا و پیامبر برای اونها وعده داده است اون را می‌گیرند. حضرت ابی امامه رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک حدیث روایت می‌کنند. پیامبر ما و شما فرموده اند: اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه. ای امتانم، شما این کلام خدا را بخوانید، قرآن بخوانید، زیرا همین قرآن روز قیامت همچون یک شفیع در پیشگاه خدا برای خوانندگانش هست. الله ذوالجلال این قرآن را شفیع کرده است که نمیگذارد که اهل قرآن داخل جهنم شوند، بلکه منع میکند و نمیگذارد و شفاعت میکند، التماس میکند، التجا میکند که پروردگار عالمیان اهل قرآن را، خوانندگان او را داخل جهنم ننماید.